این چیزه من موهان هستم با حالتون خوب شما نفسه من کفته بچه ببخش دستم خورد قطع شد ویدیو. خب روز صفریم هنوز قرار بودش که ما توی این ماینکرافت این سری چیز کنیم، این سری ماینکرافت تا 100 روز ماینکرافت زنده بمونیم و فول وسیله بشیم دیگه، وسیله همون فول بشه. الان لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه، حتما دنبالم کنید. آره خب از این دو تام بپزم. الان بریم سمت ویلیج. مثلا ویلیج که منظورم بگم دنبال ویلیج. اونجا کجا بود؟ آها اون بر بود، این بالا ها اونجا باید ویلیج باشه. بذارم سری بالا دیگه، چه ادامه شو توی سری بعدی میذارم. ویلیج آجی پشمو داشتم دنبال ویلیج میگشتم، اینم ویلیج شما این کوال این را سمتشو دیدم. خوب حالا سر ویلیج دیدم، سر یکی خونه هاشون رو دیدم. دیده گفتم ویلیجه. اوه چه ویلیج خفنی. من برم شما خونه شم. من هر چی گندم دارم و باید ببرم چون برای غذا میخوام. اونجا میرم از جای پلوت گندم میدونم همه با اونجا میرم، اما اول غلام
کافیه اونه دیگه ها. روز یک رو گذروندی. برم خونه ها رو چیز کنیم. خونه ها رو لوت کنیم. 5 تا هم بده. با 5 تا میشه. واسطاش من یه دونه چیز میسازم. یه سطل آب با دوتا با یکیشم شیلد میسازم. ای بابا چوب نداره. یه دونه آهنم یه بیل میسازم. یه کلنگ سنگی دوباره میسازم. خودم فرفسیده های اضافه مخالی کنم. ای بابا خب بچه هم یه تا دیگه هم یه سنگ بکنم. یه دونم تبر بسازم. اونا رو درست کنیم. یه استک تقریبا داره. یه استک خورده اینا داره. غذامون جوره جوره. چلو پنج. یه استک و 45 تا داره. نه غذام کافی دیگه. آره کافی. یه دونه میزنم. داره کلاچ که چیز هم داره. واتر داره. خوب حالا به رأس احتیاط. خب اینم ویلیج. خونم که دارم. اسپان پویت دارم که سته. وقتا چی بریم یک قار پیدا کنیم.
که قول یه چیزی باید ما هنو پیدا کنیم تا بریم. من تا برم یه غار پیدا کنم ویدیو رو استاپ کنم. خب بریم من غار بیرون. چون فول آرمورم شدم. خب بچه من برم باید دویمه تو این غار پیدا کنم بعد میام. خب بچه من رفتم دایمندم پیدا کردم و وسیله همو انداختم. خب من بریم سمت ویلیج. یه سیتایی پیدا کردم دایمند. بریم فول دایمندم بشه. من اینجا بذار که کنم 32 تا پیدا کردم. دایمند تموم شد پشما. 32 تا بسیم. خب اینم از فول دایمند توی روز اول. پشما باور نمیشه تو روز اول فول دایمند شدم. قرار نیست سریع تا 100 روز ما گرفتی ادامه بدیم. اوه داره شب میشه. بودو برو سمت ویلیج. درست تخت داریم ولی اسپان پوینتمون نکنم ویلیج جوا. تو روز اول فول دایمند برای خیلی سریع بچه تونستم پیدا کنم. نمیدونم چرا خیلی آسون تا پایین رفت خیلی کم بود. اینم که چیز نه. بگیریم روی این تخت بخوام روی این تخت اسپان فایده میزنم. خب حالا وقتشه که یه جایی لاوا پول پیدا کنیم و بریم ندر تو روز دوم. خب بچه ها این سری سروایول میگم این سری. خب بچه ها این ویدیو هم به پایان رسید. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. خداحافظ.